هی حامد چه خبر کار؟ معلوم نیست اینجا چه خبره. ببینم من قیافم خیلی ناجوره. اون عوضی ها هر روز به من متلک میگن. کی اینو به تو گفته؟ اون عمله ها اون بالا. خدمتشو میرسم. نه صبر کن، من ترتیبشونو میدم. باز برام یه خود ادب یادشون بده. آره مدت تا دلم واسه دعوای حسابی لک زدم. این همه سر صدا چیه؟ من که هیچی ندیدم. هی عالیه. خدای من نه! خدای من دارم میمیرم. خدای این چه بلایی به سرم اومد. من میخواستم با تو باشم، از خودم رهاشم، تو ولی رفتی یا از من دل بریدی، دل براهی کن به ناغافل سپردی. آره چی؟ چطوری پسر؟ من جترو هم. ای جترو چه خبر؟ من زنگ زنم به سیزار ولی اون گفت باید با تو صحبت کنم. منظورم اینه که تو اون کسی هستی که میتونه اون کار رو انجام بده. سیزار بهم گفت که تو چند تا ماشین میتونی بدزدی و من و دوین خیلی از این موضوع خوشحال شدیم. منظورت چیه جترو؟ منظور خاصی ندارم. میخواستم بگم یه مدرسه پیشرفته رانندگی هست درست یه خیابون بالاتر از گاراژ. مدرسه رانندگی؟ دقیقاً چی میخوای بگی؟ هیچی این نظر دوینگ بود. من فکر میکنم تو آدم خونسردی هستی. من باید برم سی جی، بعدم میبینمت. سی جی گرفتیش؟ فرزادم زنگ زده بود،
میگفت یه ماشین بالستا داشته میرفته سمت سانفیرو. لعنتی، ما باید بفهمیم کی اونا رو تأمین میکنه. فکرتو خوندم. تو تقاطع معالن دیدمشون. دارم دنبال خودم میکشمشون. اوکی، دارم میام ببینمت. بهتره سری باشی. اونا این اطراف نیستن. امتحانم نکن. بیا بالا هومز. دارم میرم سمت انجل پان. بیا بریم اون طرفی، شاید بتونی بگیریمش. اونهاش هومز. رایدر عوضی. این تجارت از هر مافیایی بزرگتره. رایدر آشغال کثیف. این یارو خیلی خودش جدی میگیره. اون تیبون مندزه. چی شده؟ خودشه؟ هی گیرینگو. باشم نمیاد به اون یارو نگاه کنم. این خیلی بیشتره یه سری آدم کش شوی دست و پاس. یه سازمان سریه. چند تا از این دلغک اونجا هست؟ وقتی عوضی ببینم و خوب میشناسمش. اونا خیلی باهوش بودن، هیچ مدرک جرمی باقی نذاشتن. خیلی سنگین بود. بهتره جدا شما از اینجا بریم بیرون. تو گاراژ میبینمت. به هر حال ما اون چیزی که به خاطرش اومدیم میگیریم. جریان چیه پسر؟ اون دارم به چی نگاه میکنم؟ هی مردم فیلم ها رو ظاهر کردی؟ چه خبر بوزی؟ هی کارل، همین الان داشتم به شوهر خواهرت میگفتم که ما دوستای خیلی قدیمی هستیم. آره؟ ببین بوزی، من یه مقدار اطلاعات لازم دارم. تو دقیقاً چی میخوای بدونی؟ این آقایون کیان هومز؟ برو یه نگاهی بنداز. اینا رو میگین؟ آره. اونا مال سندیکای محلی هن. خیلی قدرت دارن. ما باشون کاری نداریم. ما با معاملمون نمیشه. این یارو همه چیزو اداره میکنه. نمیدونم اسمش چیه. و اون یکی تیبون مندزه. اون گردن کلفتشونه. اون یارو کیه؟
اون اسمش جیزیبیه. اون بزرگترین کلوپ خوشگذرونی شهر رو داره. اون با مشتریای کلوپش قرار میذاره. هی چطوری میتونم با این یارو قاطی بشم؟ اوه جیزی اون باشگاه تفریحی رو در فورچس قدیمی زیر پل گمپ اداره میکنه. از کمکت ممنون روزی. قابلی نداره، بازم به ما سر بزن. باشه. And when it's black on black, that makes it shitty. Can't survive in the Compton city. And food less bit. Cause when you grow up in the hood, you got to claim the city. Shit, it's not that you want to, but you have to. Be your mark, cause niggas might laugh you straight off the motherfucking block. Can't do it, so they asses kick. ببین عزیزم، من وضعم خیلی خوبه. ملافه‌ام از مینکه، کتام از مینکه، پرده هام هم از مینکه. وقتی از پله ها میرم پایین روی فرش مینکم راه میرم. این مزاحم دیگه کیه؟ من به دوست دیگه احتیاج ندارم. همه به خاطر خانوما میخوام با من رفیق شن. نه اصلا راجع به اونا نیست، فقط به خاطر خودت پلیر. من شنیدم که تو همه چیز تحت کنترلته و تو مردی هستی که باید ببینم. من میخوام واسط کار کنم. چی گفتی؟ بله قربان، من تازه به این شهر و تو هر کاری که بخوای من برات میکنم. برای آدمی مثل من کار کردن کار کردن برای آقایی مثل جیزیبی. حالا که تو یادم انداختی، من یه مشکل کوچیکی دارم که شاید آدم گردن کلفت و کله پوکی مثل تو بتونه حلش کنه. همینطور که میبینی من آدم متفکری هستم. زنی که شما برای لب بار برای اربابتون یه نوشیدنی درست کنید. ببین من فقط 2 ساعت تو این خیابون وقت دارم. آدم تو این خیابونا بیشتر از این باید وقت داشته باشه مثل قرقی به همه کارا برسه. میدونی باید 100 ساعت وقت داشته باشی. تازگی یه روانی داره مزاحم خانمای من میشه. همین هفته قبل 2 تا از اونا رو کش. من از تو میخوام که بری اونو پیدا کنی. مسئله ای نیست، تا حالا دیگه شریک من این چیزی. صبر کن آقای سی جی. اون خانم جوان تو ماشین من میبینی؟ تو هتل مرکز شهر پیاده‌اش کن. وقتی کار تموم شد با تلفن ماشینم بهم زنگ بزن. مراقب لبه باش. مثل یه پاپ متحرک باش رفتم کن. گل خاطرات تو پر نکرده. خب ادامه بده. ای جیزی من کارلم، همین الان دخترها رو پیاده کردم. کلیسا یه پیغام کوچیک واسط دارم. قبل از اینکه وارد موضوع بشی داشتم راجبش حرف می‌زدم. یه بچه کوچولو فکر می‌کنه آدم شده. یکی از دخترها اون عوضی رو اونجا دیده. میخوام بری اونجا و ترتیب اون عوضی رو بدی. تو نمیتونی با من نزدیک بشی. ای من سی جیم. برای اینکه بدونی دیگه لازم نیست نگران هیچ رقابتی توی هشبری باشی. نگران؟ من گفتم نگرانم؟ نه این کارو نکردم. چند تا دخترای من تو کوچه فاسترن. تو همین الان بری اونجا یه سرکی بکشی ببینی چه خبره.
پس احمق نباش. مستر جیزی، من سی جی ام. تو خیلی بدشانسی. اون دختره که پیادش کردی میخواد از بازی بیاد بیرون. باباش میخواد از خیابونا جمعش کنه. هیچکی مزاحم من نمیشه. برمیگرده به اون مطلع ترتیب همه کارا رو میدی. شاید یه لحظه دیگه فرصت روشنی بشه دوباره یک لحظه مجالمون بده گفتنی رو باید بگم گریه اگرمون بده پیش خودم دل بستم و نگفتم خواستم بگم هرچی که هست عمر سکوتم نشکست تو جلومو باز گرفت کم شدم اون ننشم همه چیز مرتبه مستر جیزی. هی سی جی تو دست راست منی. هی راستی اون ماشین اومد اونجا. چه میدونم یه کارش بکن. این باعث میشه اون به من کلوب و کاربارم نزدیک نشه. حتما مطمئن باش گیرش میاری. چه خبر؟ کار منم موزی. اگه یکم وقت داری بیا پیشم، میخوام راجع به یه موضوعی باهات حرف بزنم. آره حتما. تو کجایی؟ من یه فروشگاه شرط بندی تو محله چینیا دارم. فقط برو اونجا و خودتو معرفی کن. افراد من منتظرت هستن. بعدن. فقط گوش کن چی میگم، اوکی؟ فقط این مهمه که تو به من گوش بدی. من احمق نیستم امیگو. چی فکر کردی؟ فکر کردی من یه سوسول خوشتیپم؟ این فکری که تو کردی؟ این اون گردن کلفته که راجبش صحبت میکردم. کارت تیبون کارت. چه خبر؟ هوراله اسه اهمیت نده، ما همدیگه رو میشناسیم. هی هومز دلخور نشو. دست پا چلفتی برای چی؟ ما 3 نفریم و من دارم 20% میگیرم. این چه جور حسابیه پلیر؟ حساب احمقاست؟ بین من و تو پس آخرش اینجوریه ها؟ پس بقیهش چی میشه؟ اون 30% رو سر من کلا میذاری؟ قراریه که بستیم و تو توافق کردی. در ضمن ما میتونستیم بگیم 50%. اون موقع چی؟ ها صبر کن. این چه جور حساب کردنیه؟ تو ریاضت ضعیفه پسر. هی میخوای اینجوری دلخور بشی اسه؟ الو. آره. چه؟ خدای من. هی من باید بزنم به چاک. نه فکر نمی کنم. من خودم اون کلکا اختراع کردم. کار با من بیا. فکر کنم باید کتککاری را بندازیم. منظورت چیه؟ ما که نمیتونیم اونجا آفتابی بشیم. شاید تنه دی ای باشه. Oh shit!
ها؟ میخوای سوراخ تیپان عزیزم یه قرص آرامش بخش بخور، انقدر هرس نخور، به خودت استراحت بده، از زندگیت لذت ببر. هی هامز چشمتو واکن، مگه نمیفهمی این سرکاریه؟ هی رفیق تیپان نگاه کن، این کارله، اون دوران قدیم یه قهرمان بود. چطوری؟ ببینی ما وضعمون هنوز خوبه. ببینم مگه تو احمقی؟ یه نفر داره ما رو میپاد، ما بهتره بریم و یه مدتی آفتابی نشیم. فقط شانسشون امتحان میکردن. مایک من سعی کردم با تماس بگیرم. چی؟ مرد حالت چطوره؟ باشه همینجور به حرف دادن ادامه بده. مایک توی دردسر افتاده، بزن بریم. چه دردسری؟ مایک کیه؟ اونا دارن محموله رو با ماشین میبرن، مایک هم پشت ماشینه. پس چیکار میتونیم بکنیم؟
چجوری میتونیم بفهمیم کجاست؟ اون موبایل داره، میتونه تا وقتی که شارژ داره با ما صحبت کنه. بیا بریم. باشه بزن بریم. باید عجله کنیم، تلفن مایک شارژ کافی نداره. میگه صدای مرغ دریایی میاد. مایک صداشونو میشنوه. مرغای دریایی اونا همه جای این شهر میتونن باشن. صدای ماشینای سنگین میشنوه. مرغ دریایی و ماشینالات سنگین کجاست؟ ساختمون سازیه؟ یه ساختمون توی دوراتیه. همونجا بمون مایک، کمک داره میرسه. میگه صدای یه کامیونو میشنوه. میگه مثل یه اسکله شلوغه. کشتی باربری؟ ها باید تو لنگرگاه باشن. برو به اسکله شرقی. یه دقیقه میایم اونجا. لعنتی میگه اونا وایسادن، بعدش هم صدای تیر شنیده. اونا راهیو که به سمت دروازه میره بستن. از اونجا زیاد محافظت نمیشه، ولی انبارهای باربری فرودگاه چرا؟ به سمت فرودگاه سریع. مایک صدای هواپیما رو میشنوه. نگران نباش مایک، ما داریم میرسیم. باتری تلفن مایک داره تموم میشه. درش اونجاست و یه مقدار نگهبان مرده. خب دیگه رسیدیم. چشمت از اون ماشین بر ندار. خب دیگه نشونه ها باید کار کنه. برچسب دیگه چیه؟ بعد از یه دردسر کوچولو ماهد بیلنده رو اونجا قایم کرده. ما باید تعقیبش میکردیم ولی مثل اینکه اوضاع به هم ریخته. حالا باید ازش استفاده کنیم، ماشین رو پیدا کنیم و مایک رو نجات بدیم. چطوری کار میکنه؟ داریم نزدیک میشیم، سیگنال قوی تر شده. لعنتی اونا هاشن. ای مرد یالا عجله کن. چقدر طولش دادی تیبا؟ این دیگه کیه؟ اون یکی از دلقک‌های جیزیه، سخت نگیر ورم. شنیدی ما بعد این ونو با کوکائینای توش آتیش بزنیم. این ما رو عقب میندازه. 20 سال تا حبس ابد بیشتر از اونی که ما بتونیم تحمل کنیم. فهمیدی امیگا؟ حق با توه، بیا زود ترتیبشو بدیم بزنیم به چاک. هی کی نظر تو رو خواست؟ عوضی به تو مربوط نیست. دقیقاً من اینجا همه کارم. از خفه شو بزن بریم.
اون به درد ما نمیخوره کار. دلم برات تنگ میشه. چه مدتی برای چیزی کار میکردی؟ من تو رو قبلا دیدم. من همین هفته پیش اومدم به شهر. این برون یه کارایی انجام دادم. تازه اومدی تو شهر. قبلا کجا بودی؟ جریان چیه؟ فقط جواب سوالمو بده. ببین آروم باش. من تو لس آنجلس پیش خانواده‌ام بودم. باشه؟ کیفشو بده من. چی؟ ول کن. بس کن. سعی کن رو جاده تمرکز کنی. بیا مایک. کار جانس. قاب اندازه کافی دیدم. اونجا یه چیز دیدی. به طرفی سر می‌زنم سر جاش بشه. خفه شو. خب کارل جانسون امروز کارت خوب بود. بیا بریم. باید راجع به یه سری چیزا با هم حرف بزنیم. من تعطیل پسر. آروم باش. من اومدم که ووزی رو ببینم. طبقه بالا. مردی که احمق عوضی. من جانسونم. اومدم که ووزی رو ببینم. ما با هم کار میکنیم. بله از این طرف. تو میدونی رئیس چه بلایی سرش اومده؟ چه بلایی؟ نه. اون کوره. کور؟ ما همین هفته پیش با هم مسابقه دادیم. بله میدونم. اون یه استعداد خدادادی داره و ترایت هر کاری بتونه براش میکنه. اینم از خوششانسی ماست. باشه. سعی میکنم فراموش نکنم. خوبه. ووزی کارل. چه خبر ووزی؟ حالت چطوره؟ مستقیم میرم سر اصل مطلب. من نمیتونم از کمک تو استفاده کنم مگر اینکه قبلش با تو رو راست باشم و به تو بگم که من کی هستم و چی کار میکنم. بذار دوباره خودم رو معرفی کنم. من مدیر کلوپ مانتن کلاود بایز هستم. خوشحالم میبینمت. منم همینطور. چرا نمیشینی؟ به عنوان رئیس قبیله ترایاد وظیفه من اینه که ببینم مشکلات بین افراد بدون اینکه ضررهای زیادی بزنه حل میشه. نقش من این وسط چیه؟ خواهیم دید. من دارم میرم به ترایادهای محلی که در میتینگ تانگ قبلی غیبت داشتن سر بزنم. با من بیا و خواهی دید که ما مشکلات رو چطوری بدون اینکه به وحشیگری غیر ضروری متوسل بشیم حل میکنیم. باشه من با تو میام. ما ماشین لازم داریم. مال من یه خورده کار دارم. باشه قبوله. بلاد پچر اینجا یه فروشگاه داره. ببینیم اونا چه بهونه هایی دارن. اوکی پس همش درباره کاره. بالاخره این ویتنامیا یه کوتوله درد سر درست کردن. نمیدونم چه جوری انقدر جرأت پیدا کردن ولی این اعصابم خورد میکنه. این همونجاست. بیا از این طرفه.
خب اون موزاییک لق کجا؟ ها؟ چی؟ ای داری چه غلطی میکنی؟ نه داشتم فقط خفه شو کارل از این طرف. چی شده گم شدی؟ کمک میخوای؟ نه فقط میخواستم میدونی اینجا رو احساس کنم. رسیدیم از این طرف. عجیبه این در معمولا بسته است. زیاد دور نشو. مرد ووزی. متاسفم من اونو ندیدم. اون مرده. همشون مردن. بلادفچر از بین رفتن؟ لالا منو ببخشید، من از جنگ ترسیده بودم، منو ببخش. بسه اینجا چه اتفاقی افتاد؟ ویتنامیا غافل گیرمون کردن. لعنتی دوباره دارن میان. ترایاد باید انتقام بگیره. لعنتی فشنگ اسنایپر بود. تو ماشین سریع. مهمونای بیشتری داریم. تو رانندگی کن، من میفرستمشون به فاضلاب. تو رانندگی کن، من ترتیب این کثافت ها رو میدم. فکر کنم این آخری شد. متشکرم کارل، تو منو نجات دادی، داشتم خودمون رو کشتن میدادم. اوکی بیا برگردیم به خونه من. بیا اینم قدردانی ما بابت کاری که امروز انجام دادیم. ای وزیر رفیق جریان چیه؟ هی سی جی بذار تو رو به شک فوران فالی معرفی کنم. اون رئیس گیگل تاون در ساحل غربیه. حالتون چطوره؟ آرارکان از کلاون پیغام داده که خانواده های مافیایی ویتنامی دانان بویز ها آماده میشن که به آمریکا مهاجرت کنن. این تقریبا اون حمله بزدلانه بلندر ترایات ها رو توضیح میده. شاید مشکلاتی در پیش باشه. یه جابجایی محموله ما توی فرودگاهه. در ضمن این مأموریت برای ما خیلی مهمه. میتونم اون کارو بکنم. این میخواد این کارو بکنه؟ یه مانتن کلاد بای؟ نه اون یکی از دوستان منه و امکان این که توجه دنن بویز رو جلب کنه خیلی کمه. باشه. از پشتیبانیتون ممنونم.
نمیدونی در بری. دستاها، 'تو موج اسیرم. 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 'تو مو
تو نجات خریدی تو نجات خریدی ساحلو به دست آور تو موجا اسیرم به موجا شکست آور با هم بودیم من و تو درد فارغ از هیاهو خونواده احمق. کاتالینا بازم تویی؟ با وصف اینکه خوشحالم که شما مهمون منید، ولی ما بهترین مارمولک ها رو تو آفتاب سوزان به دام بندازیم. ما رو تا اینجا تعقیب کردن، دارن بایستن این آپارتمان رو میپن. به محض اینکه ما اینجا رو ترک کنیم اونا سوء قصد میکنن. هی چی انقدر مهمه؟ چرا از اینجا نمیری و به جای خلوتی نمیبریشون و همونجا اون بدقوارا رو نگر نمیداری؟ منظوری نداشتم. بهم بر نخورد. شما با مزه ای. ببین تا موقعی که اونا فکر میکنن آقای فلیون پشته، من هر جا برم اونا دنبالم میان. بعد مدتی شما میتونیم بدون دردسر بیاین پایین. خیلی ساده است. جالبه. اگر موفق بشین پاداش میگیرین آقای جانسون.
ای آقای جانسون حالتون خوبه؟ آره هیچی نیست، اونا تومه رو مثل احمقا میگیرن. آقای رنفالی بیا بیرون باشه. آره بوزیم برشون به جای هم برسی. خوبه بعدا میبینم. هدف قلبیه برمیگردیم. از گل سرخ و لاله نیست کنار ماه دودیمون نشونه های حال نیست شاست کوچولو. من باید یک کاری بکنم. چی؟ هی سعی نکن حواس منو پرت کنی. تو آب چطوری؟ منظورت چیه؟ شنا بلدم؟ آره خوب میتونی شنا کنی؟ نه بلد نیستم. لعنت به تو. چطوری این کارو میکنی؟
Oh, motherfucker! صبر کن ببینم، تو داری به من میگی که نمیتونی شنا کنی؟ دقیقاً. وقتی که من تو آبای عمیقم خیلی میترسم. به اضافه اینکه از حلزون و مار آبی و گیاهای دریایی حسابی میترسم. خواب حالا دیگه مطمئنم داری بهونه میاری. ببین سی جی، من یه نفر رو لازم دارم که بتونم بهش اعتماد کنم. باشه، پس بذار راستشو بگم. تو میخوای که من تو این آب کثیف و وسط این همه جونور گانگستر ویتنامی شنا کنم که بتونم یه میکروفون توی قایق جاسازی کنم؟ تو خیلی بدبینی. خوب گوش کن. تو بچگی یه بار داشتم تو سن ماریا شنا میکردم. وقتی از آب اومدم بیرون یه تیکه کثافت به صورتم چسبیده بود. یه همچی خاطره تا آخر عمر باهات میمونه، باور کن. من باید یه چیزی رو اعتراف کنم. باید بگم که من کورم.
امکان نداره. بله، گرچه من حسای دیگم و طوری پرورش دادم که کسی مشکل منو متوجه نشه، ولی تو آب اصلا به دردم نمیخوره. باشه ووزی، راحت باش، خودتو سرزنش نکن، من این کار رو انجام میدم. یه چیز دیگه، تو میدونی که من سیاهم ولی چینی نیستم. من کورم، احمق که نیستم. باید اونجا رو چک کنی.
مواظب باش. وزی رفیق. سی جی من داشتم میرفتم بیرون برای کار. این خیلی مهمه. این چیزیه که جایگاه منو تو رد گیگل تایم تثبیت میکنه. ولی یه کاری پیش اومده که خودم باید ترتیبشو بدم. ببخشید. چه خبره؟ لعنتی. این همه وقت چرا امروز؟ اوکی لعنتی. برو یه سر بزن. دردسر؟ دانان بویز دارن با کشتی باربری امروز میرسن. لیتل لایون رفته چکشون کنه. منم حتما باید برم. ای مرد اصلا نگران نباش. من ترتیب همه چی رو میدم. باشه؟ متشکرم دوست من. رفاقت و کمک تو برای من خیلی با ارزش بود. متشکرم. اون آقایون دیگه کی هستن؟ اوه ما داریم یه هلیکوپتر میگیریم که چند تا پرواز روی کشتی داشته باشیم. ببین اگه همه چیز خوب پیش بره هفته دیگه بهت زنگ میزنم و تو رو دعوت میکنم به خونه جدیدم. هی سی جی اینجا چیکار میکنی؟ چپید پیش ووزی وقتی میخواست بره بیرون. فکر کنم همراه شما بیام. کجا داریم میریم؟ برو به سمت قایه. آره میبینم. میبینمش. خدا با کانتینرها پایینه. گرفتمشون. الان کنارمه. دلنگای عوضی بزن. RPG کجا؟ چیا میگی؟ ما رو زدن. داریم میریم پایین. چه دردی داره. لعنتی به جز چاقو همه چی از دست دادم. کسی هم زنده مونده؟ نه هیچ که اونجا زنده در نمیره. یالا آروم باش. میخوای اسنیک رو بیاری اینجا؟ نه تا وقتی که تو غرب آزاد داری حال میکنی. هی تو کدوم خری هستی؟ دای اشقالی. هی تو کمکمون کن.
هی لطفا لطفا اسنیک به ما کلک زد، ما زندانی هستیم، لطفا کمک کن ما فرار کنیم. اسنیک اون بالا روی پله. سعی کن آروم باشی. آره چیکار کنی؟ Enough! We settled this here! بابت همه چی ممنون. شریک جیزی جریان چیه؟ شرکای کاری من کمک نیاز دارن. من یاد تو افتادم رفیق. میتونی تیربانو تو بام بنزین کنار اسکله ببینی. اون توی ماشین 14 منتظرته. منو ببخش شریک، تلفن منو میخواد. هر چی تو بگی. خداحافظ. پس همه کجا؟ به چی فکر میکنی ها؟ چه غلطی میکنی؟ تو فکر کردی میتونی حریف من بشی، یه گوله تو سرت خالی میکنم بعد شب خانوادت رو میکشم؟ تو فکر کردی میتونی به من خنجر بزنی و گیر نیفتی؟ من میدونم تو چه بازی داری میکنی. من نمیدونم راجع به چی حرف میزنی. گلوم. تو واسه کی کار میکنی؟ هیچکی. برگرد و برای نگاه کن.
من فقط دارم سعی میکنم یه پولی در بیارم. دهنم قرص، قسم میخورم. خوب ترسوندمت، خوب ترسوندمت گاچا. تو این کار باید خیلی زرنگ باشی. تو خودت رو بهتر میدونی. تو که دیگه این کاره ای. شما پسر بازیتون تموم شد؟ آره با کارمون تموم شد. نه خوبه، همین خوبه. ما باید بریم معمولا رو چک کنیم. ببین الانم دیر شده. شنیدی که رئیس چی گفت؟ برو یه موتورگیر بیار. این محموله باید به کارخونه برسه. زنوری هستم و دوست عزیزم حامد آرمان. شب خوبی داشته باشید. برای فردای تو نیست
واسه سفر ما کجا دست به چوبی نداره شاسته کوچه بالا که قلاب و نون نبود خونه به دوش شب و روز. اوکی ما موفق شدیم ولی به زودی سر و کله پلیسا پیدا میشه. ماشین از دید خارج کن، من دارم از اینجا میرم.